ترتیبات خدمترسانی به مسافران، خدمترسانی با صفت و مبارزه با تقصیرانی فعالیتشان غیرقانونی در دوشنبه. تشکیل گروه کاری با جلب کارمندان و ساختارهای گوناگون از جمله ساختارهای قدرتی برای پیشگیری از فعالیت غیرقانونی در سمت مسافرکشانی. بعضاً از راننده‌های واسطه‌های نقلیات سبک‌روی تاکسی با ماده‌های داخلدار کدکس خودروی جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب دادیم. کیها در دوشنبه به مسافرکشانی غیرقانونی مشغولند؟ رانندگان عادی، کارمندان ساختارها و یا دارندگان شهادتنامه خدمتی. ترتیبات باید جاری گردد، قاعده شکن بجزا نماند و تقصیران غیرقانونی فعالیت کننده با شهادتنامه خدمتی مجازات شود. تفصیلات بیشتر شام پنجشنبه ساعت 23 در تلویزیون دوشنبه.